صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب حفظ زبان است، یعنی نگاه کردن زبان را از گفتارهای بد. چون که امروز اکثر از مسلمان و مسلمانزاده ها سخنهای یعنی تحقیرآمیز یا اینکه دشنام یا اینکه غیبت یا اینکه منت یا اینکه طعنه و دیگر نوع سخنهایی که سراسر همه حرام و گناه و معصیت هستند، متاسفانه امروز مردم استفاده میبرند. و این خاطر امروز قصد کردیم که یک چیز در باب حفظ زبان، یعنی نگاه داشتن زبان از بدیها و از سخنهای بد صحبت داشته باشیم، تا اینکه برای جوانهای محترم ما که الحمدلله اکثر قوم مسجد ما جوانها هستند یک درسی خوب بشود، تا اینکه زبانها را از این دشنامها و از این گفتارهای بد نگه دارند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. گفتن هر شخصیتی که ایمان به خدا داره و ایمان به روز قیامت داره باید گفتار خوب داشته باشه یا اینکه خاموش بیسته. هر انسانی که ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت داره، او شخصیت باید از زبانش گفتار خوب بیرون کنه، یعنی که از زبان یا ذکر یا تلاوت قرآن یا نصیحت یا سخنهای ادب آموزی از زبان سخنهای خوب بیرون کنه یا اینکه خاموش بیسته. از این سخنهای بیهودگی که امروز اکثر مردم ما عادت کردن تکرارن روی هم گفتار دارند، از این سخنها ده خاموش ایستادن هزارها بار بهتر است. چون که هر چیزی که ما از زبان بیرون میکنیم این گفتار ما در قیامت در نزد خداوند پرسیده می شود. پروردگار می پرسید است که از زبان دادم چی گفتی؟ آیا از زبان چی چیز بیرون کردی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر فرمودند که لا تکثروا کلام بغیر ذکر الله فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب و ان ابعد الناس من الله القلب القاسیه. جناب پیغمبر گفتند شما سخنهای خود را بغیر ذکر و یاد خدا زیاد نکنید، یعنی سخنی بیهوده زیاد نگویید، زیرا اینکه سخنی بیهوده و زیاد گفتن بغیر یاد خدا بغیر ذکر خدا سخن گفتن دلهای شما را سخت میگردانند، دلهای شما را سیاه میگردانند، دلهای شما را بد میگردانند. از همه دورترین شخصیت از خداوند انسانی هست که دل سخت داره. جناب پیامبر گفتند از همه شخصیتی که از خدا دور است، یعنی از محبت خدا دور است، از رضای خدا دور است، از بندگی خدا دور است، اون شخصیتی هست که دل وی سخت شده است. در اصل در روایت های دیگر میگذرد که وقتی انسان دل سخت میشده است، در او دل دیگه حقیقت تأثیر نمیکرده است، امر معروف و نهی منکر در او دل دیگه داخل نمیشده است، چون که وی سخت است. اصل چیزی نرم و ملایم به خودش میکشه. چیز وقتی که سخت شد برای او دوباره یعنی باید نرم کردن و ملایم کردن و برحم آوردن خیلی دشوار و مشکل است. به این خاطر جناب پیغمبر گفتن بغیر یاد خدا سخنهای خود را زیاد نکنه. اگر زیاد کرده رانق بدانه که دلهای شما را سخت میکنه. دل که سخت شید شما از خدا دور میشوید، از رضای خدا، از محبت خدا، از فرمانبرداری و اطاعت خدا دور میشوید. در روایت دیگر شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند، گفتن یا رسول الله من این نجات، گفتن یا رسول الله آیا نجات یافتن از عذاب و قهر و غضب تو هم در دنیا هم در آخرت در چی چیز است؟ ما چیکار کنیم که نجات میابیم از عذاب تو، از قهر تو؟
از این بی‌برکتی که امروز به نام کریزیس، به نام دیگر در جامعه پیدا شده است، شخصیت پرسیدن گفتن یا رسول الله ما چیکار کنیم که نجات بیابیم هم در دنیا هم در آخرت؟ جناب پیغمبر 3 چیز را توصیه کردن، 3 چیز را یعنی پیشنهاد کردن، نصیحت کردن. گفتن امسک علیک لسانک ولیسع بیتک و ابکی علی خطیئتک. تن یکمش این که زبانت را در خودت نگه بدار. هر چیزی که در زبان آمد از زبان بیرون نکن. هر چیزی که خواستی نگو. هر سخن گفتنی میشوی اون سخن را سنجش بکن که آیا سخنی ثواب است، سخنی درست است، سخنی رضای خدا هست یا نه. ولی عزیزای خدا هم وقتی حالت قیامت میگه به یاد آوردن که خداوند برای هر حرفی که ما از زبان بیرون میکنیم پرسیده میشه. خداوند میپرسد چه خاطر این کلمه را، این سخن گفتی؟ حضرت یک جمله دارن میفرماید که هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. بر دهان من زبان گویا زبان مار بود. میگه هر چیزی که من گفتم تلخ یعنی چیزی که انسان ناراحت میکنه، کام انسان بسیار بیخود میکنه که انسان از او چیزی تلخ ناراحت میشود. هر چی گفتم تلخ گفتم، هر چی خوردم بود زهر. به چه خاطر زهر بود؟ پروردگار میپرسد در برابر خوردگی چی کار کردی؟ امروز نعمت من استفاده بردی؟ من امر کردم که هر لقمه که تو فرو میبری، به تعبیر مولانا، هیچ برگی بر نیفتد از درخت، به قضا و حکم آن سلطان تخت. هیچ یک لقمه نرفت سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق ادخلو. تا لقمه را خداوند امر نکنه که در گلوی من شما فرو بروه و فرو نمی روه. ما بسیار حالت در حالت سکرات موت مردم اشتراک میکنیم. بعضی انسان ها از همه حالت تشنه‌ترین برای انسان در سکرات موت است. آب میگن، از گپ هم ماندن دهن میجمونه، میخواه که آب، و یا با یک قاشق کمی آبش میچکانن، یا یک پخته را میگیرن در لبهاش تر میکنن، آب میچکانن، اما آب جانبی درون نمیرود دیگر. وقتی در دهنش آب میریزن از این برهای لبش بیرون میشه و میریزه. به چی خاطر برادر عزیز دیگر فرو نمیرود؟ به خاطری که دیگر اجازت نیست برای فرو رفتنش. به خاطری که دیگر خداوند امر نمیکنه، اجازت نمیده اون آب که ادخلو داخل شو. خداوند امرش نمیکنه که در حلق و گلوی بنده من داخل شو، چون که فرصت و وقت این بنده به پایان رسیده است. به همین خاطر حضرت گفته که هرچی خوردم، هرچی گفتم تلخ گفتم، بد گفتم، نادرست گفتم، چون که خداوند منو میپرسه با چی خاطر گفتی؟ برای چی غیبت کردی؟ برای چی دشنام دادی؟ برای چی سخنچینی کردی؟ برای چی طعنه زدی؟ برای چی یک بنده خدا را آزار دادی؟ خیلی تلخ است جوابش آسان نیست. من و شما را اگر یک دشواری و مشکلی اگر در حکومت و قانون زمان بیاید، برای خودمون ادوکت سنیمت میکنیم، پیش از سری سودمون ادوکت ما را سخن نشان میده. گپی ناجا نزنی، از این سخنهایی که من گفتم حرفی زیاد نگویی. به چه خاطر؟ به خاطری که اون انسانی که اونجا محاکمه میکنه سودیه هست، حرف به حرف تا اهمیت میتیه، در سخن خودت را متهم میکنه و گناهگار میکنه. این سخنهایی که امروز ما میگوییم خداوند در محضرش میخیزانه، میپرسه برای چی گفتی؟ برای چی بنده من تحقیر کردی، غیبت کردی؟ برای چی بنده من آزار دادی؟ برای چی بنده من دشنام؟ برادر عزیز، آیا دم او عظمت و بزرگی خدا جرأت و قوت داره که جواب گردانده بتوانی؟ الحمدلله ما همه ایمان داریم که میموریم، آخر در نزد خدا خیزانده و پرسیده میشویم. کسی اگر بگه که من بعد از مرده زنده نمیشم، در نزد خدا نمیخیزم و جواب نمیگم، و ایمان نداره و کافر است. چون که زنده شدن بعد از مردن
این یکی از جزئیات اعتقادی ما هست، این یکی از جزئیات باوری و اعتقادی ما هست. به این خاطر پیغمبر بزرگوار گفتن که زبانت را در خودت نگه بدار، هر چیزی خواستی هر چیزی در زبان آمد بیرونش نکن. ولیسع بیتک، چقدر خانه خود را وسیع بدار، یعنی دلتنگ نباش. وقتی یک انسان در خانت مهمان شد سختت نرسه، زورت نیاید. بعضی انسان ها بچنان بخیلی هستن که وقتی مهمان در خانه اونها شود زقیدن سر میکنن، ناراحت میشوند، نمیدونن که مهمان چی عزت داره. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. جناب پیامبرتان هر کسی ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت داره باید مهمان عزت کنه، مهمان مهمانداری کنه. مهمان خیلی فضیلت زیادی داره. سیومش پیغمبر بزرگوار گفتن وابکی علی خطیئتک، تن برای خطاها و گناهات گریه کن، نزد خدا آبی دیده بریزان تا اینکه به حالت رحم کنه، تا اینکه گناهی تو را ببخشه، تا اینکه او خطای تو را محو و نابود کنه. نباشه عذاب و جوابش خیلی سخت است برادری عزیز. عذاب دنیا را خداوند به همون درجه و به همون قدر گردانده است که انسان طاقتش داره، طاقت آور است. هرچند اگر عذاب دنیا سخت هم باشه طاقت آور است، اما عذاب آخرت طاقت آور نیست. عذاب آخرت خداوند عذاب علیم میگه، عذاب خیلی خار کننده، عذاب خیلی سخت شونده و زیاد شونده، عذاب عظیم شم میگه، عذاب خیلی بزرگ. این علیم و عظیم هر کس طاقت کرده نمیتوانه. عذاب آخرت رفته رفته زیاد شدن میگیره برادر عزیز. در یک حالت نیست انسان با او عادت کنه. بعضی انسان ها بعضی دردها دارن، بعضی انسان سرش درد میکنه، پاچه هاش درد میکنن، یک دردی داره و از بس که درد در وجود این دوامناک، یعنی 1 ماه و 2 ماه و 1 سال دوام میده، انسان با همون درد آموخته میشه، طاقت میکنه دیگر. میگوی برادر ناراحت است، میگه حضرت سرم درد میکنه، به همون درد طاقت کرده است. اما درد آخرت طاقت آور نیست برادر عزیز، چون که رفته رفته زیاد شدن میگیره، رفته رفته وزوین شدن و سخت شدن و دشوار شدن میگیره. به همین خاطر جناب پیغمبر گفتن برای خطا و گناهی که امروز میکنی نزد خدا گریه کن، بخیلی کن، بخیلی نکن. اون قطره آب دیده تو را خداوند از تو دوست میداره. قطره آب دیدت اون آتش دوزخی که باید میسوزاند او را خاموش میگردانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدن، گفتن یا رسول الله ای المسلم افضل؟ گفتن یا رسول الله بهترین مسلمان کدام مسلمان است؟ کدام مسلمان بهتر است؟ بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم جواب گفتن من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست از زبانش سلامت بمانند، به زبانش مردم آزار ندهه، به زبانش گفتار بد نداشته باشه، به زبانش دشنام نکنه، غیبت نکنه، حقارت نکنه، منت نکنه، طعنه نکنه، زبانش قطعی مردم آزار ندهه، به دستشم مردم ضرر نرسانه، به دستشم شخصیتی را آزار ندهه. بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن همون شخصیت است، شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبان وی سلامت بمانند. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. تن هر شخصیتی که برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه که دو چیز نگه میداره، دو چیز از ضرر و از گناه نگه میداره، من برای او شخصیت جنت وعده میدیم. تن هر شخصیتی که دو چیز برای من ضمانت بدیه، یعنی وعده بدیه، هر شخصیت قول بدیه که من خود از ضرر همین دو چیز، از گناه همین دو چیز نگه میدارم، جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدیم، من ضامن میشوم، یعنی ضمانتش میتیم، بشارتش میتیم، خبرش میتیم که وای جنتی هست. این دو چیز هستن برادر عزیز.
یکمش زبان، دویمش شرمگاه. این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان. این دو چیز خیلی برای انسان از زهر هم ضررناکتر است. یکمش زبان، دویمش شرمگاه. از این دو چیز انسان از ضررش انسان باید خچه نگه بداره. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. گفتن ایمان شخصیت مستقیم، استوار و درست نمی شود تا اینکه دل او شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود، و دل شخصیت مستقیم و استوار و درست نمی شود تا اینکه زبان اون شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود. یعنی ما و شما برادران عزیز تا اینکه دلها را، زبانها را راست نکنیم، راستگو نکنیم، در امر و اطاعت و بندگی خدا استوار و مستقیم نگردانیم، ما و شما ایمان کامل از خود نمی کنیم. ما و شما یعنی به کمال ایمان نمی رسیم. یعنی اگر ما بخواهیم که زبانهای ما خوب شوند، باید ابتدا دلها را تبابت کنیم، دلها را صاف کنیم، پاکیزه کنیم، کینه را، بدبینی را، بدفکری و بدنیتی را از دل بیرون کنیم تا اینکه زبانمون درست شود. خدا رحمت کنه حضرت قبلگاهی ما یک مقاله داشته، بارها داملای استادمون تکرار میکنن. حضرت میگفته که انسان هر چیزی که از زبانش بیرون شد فهمیده میشه درونش هم این چنین است. وقتی از درون انسان فقط بدی از زبانش بدی بیرون شد، فهمیده میشه درونش هم بد است، درونش هم ناپاک است، دلش هم سیاه است. هر چیزی که از درون باشه، مثال می آورده، میگفته همین چاینک اگر در درونش آب داشته باشه ریختی آب میریزه، اگر چای داشته باشه وقتی ریختیش چای میریزه. وقتی انسان درونش که سیاه باشه، از دهانش یعنی سیاهی و بدی بیرون میشود. اما درون نور باشه، نورانی باشه، پاکیزه باشه، انشاءالله از زبان او چی؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله ذکر بیرون میشود. از زبان او فقط خوشی و خوبی بیرون میشود. حتی در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن در جسم و بدن انسان گفتن یک گوشپاره هست، وقتی اون گوشپاره اصلاح شد تمامی بدن انسان اصلاح می شود. اگر اون گوشپاره که اصلاح نشد و پاک نشد، تمامی بدن انسان بد و ناپاک می شود، اصلاح نمی شود. اون گوشپاره چی هست؟ جناب پیغمبر گفتن قلب، دل. وقتی که دل اصلاح شد، دل صاف شد، پاکیزه شد، جسم و بدن و زبان و همه دیگر پاکیزه می شود. متاسفانه امروز در جامعه ما دلها ناپاک هستند. در دلها فقط فکر و نیت و قصد و محبت بدی است و تمام. یک انسان در کنارت میاد میشین چقدر ناراحت میشین، چنین به بدی نگاهش میکنی، مثل اینکه دشمنت باید گویا دشمنت باشه. ای برادرت هست، برادر ایمانیت هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبسمک فی وجه اخیک صدقه. تبسم شما یعنی چهره کشاده شما، وقتی دوست در کنارت نشست بگرد به جانب او تبسم کن، برادر خوب هستی، حالت خوب است، السلام علیکم. این برای تو صدقه است، ثواب است. این برای تو یک حسنه نوشته می شود. از این که می گردی قوقات به سوی او می اندازی، رو ترش می کنی، از به خوبی به محبت ثواب بگیری. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند کفا بالمرء کذیبا ان یحدث بكل ما سمع. گفتن برای انسان دروغگو بودن همین قدر بسنده هست که هر چیزی که شنوید در یک جای دیگر نقل کند. امروز اون عادت است در بین ما. یعنی یک انسان یک گپی راست و دروغ در یک جا شنیده است، با این دیگه از خودش کوشش میکنه در یک جای دیگه میره اون مباهات میته، چقدر با زیاد کرده میرسونه. چی ضرور داری؟ بگذار یک حدیث پیغمبر باشه ثواب میشود. وقتی شنیدی در خانه درت یک دوست را دیدی، بگو من دین روز رفتم حضرت ایشان قاری میرنبیک یا دیگر اهل علم ها حدیث پیغمبر را خواندند که انسان وقتی که اگر ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت داره، باید که یا گفتاری خوب داشته باشه یا اینکه سکوت بیسته. یک حدیث معناش برای یک دوست بگو تا اینکه ثواب شو برات. از اینکه هر گپی بیهوده و هر گپی ناجا را میگویی، برای تو
این بهتر است که خاموش استی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایتی گفتن که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. گفتن یکی از خوبی های اسلامداری و ایمانداری شخصیت همین است که اون گفتارهای بیکاره، گفتارهایی که در اونها یعنی یگان معنای نیست، ثواب نیست، اینها را ترک کنه. این بهتر است براش از اینکه هر نوع گفتاری بد در زبان میاره. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. جناب پیغمبر گفتن وقتی صبح میدمه، روز میشوه، تمام اعضای بدن انسان زبانش را سرزنش میکرده است، زبانش را کاهش میکرده است. تمام اعضای بدن یعنی دست و پا و چشم و رو و دیگر اعضا به سوی زبان میفته است که از خدا بترس در حق ما. ای زبان از خدا بترس در حق ما. ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. تمام اعضای بدن به سوی زبان میفته که ای زبان ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. اگر تو راست شوی، راستگو شوی، ما راست میشویم، ما خوب میشویم، ما خوشحال میشویم. اما اگر تو کج شوی، بد شوی، دروغگو شوی، ما چقدر ناراحت میشیم، ما چقدر تحقیر و آزار میبینیم. یعنی هر بلایی که به بالای انسان می آمده است از روی زبان. زبان این آلتی است که حتی انسان به کفر میبره. زبان این آلتی است که انسان از همه پسترین درجه که درجه کفر هست، کلمه کفر معناش عزیزای خدا گفتن که بسنده، یعنی از او دیگه درجه پستر نیست که انسان بروه. وقتی که انسان میگن کافر یعنی بسندش است، از او در پسترین مکان جا نیست براش که بروه. این زبان انسان با اون درجه پست میبره. زبان چیزی هست که اگر انسان به طرزی درست استفادهش نبره، ببینه که زبان انسان منافق میکنه. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه منافق وقتی بیان کردن گفتن منافق 3 نشانه داره. انسان منافق گفتن 3 نشانه داره. متاسفانه این 3 نشانه امروز در بسیاری مسلمان های ما نمایان است، دیده می شود. چی هستند؟ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. گفتن نشانه منافقی 3 چیز است. وقتی که سخن گفت دروغ میگوید. سبحان الله. ببین امروز دروغگویی نیست در جماعت ما برادر عزیز، در جمعیت ما. باور کن کمی در کم است انسانی که او را به راستگویی شناخته شود. امروز در دور جناب پیغمبر یا در دور صحابه و تابعین تبع تابعین بود شخصیتی که معروف به صدیق بودن، یعنی راستگو. امروز متاسفانه در جامعه ما نیست. در جامعه ما کمی در کم یافته میشه شخصیتی که او به راستگویی شناخته شود. حتی بعض انسان ها بچنان دروغگویی گشته هستند که مردم اونها را به دروغگویی متهم میکنن، میگن فلانی دروغگو را میگوی. یعنی که ویها نام شو حتی با دروغگویی در بین مردم آشکار شده است. جناب پیغمبر گفتند منافق وقتی که سخن گفت دروغ میگوید. وقتی که وعده کرد وعده هم به زبان گفته میشه کو برادر عزیز. وقتی وعده کرد وعده را خلاف میکنه، وعده را به جا نمیاره. یک بیچاره برادر و دوست وعده میکنه فلان وقت من میام کار تبود میکنم، اما با چنان بی پروایی هستی که اون وقت میرسه نگاه میکنی اگه میگوی امروز نشید و بیچاره انتظاری داره راهی تره، یا پولش گرفته بیچاره نگه داره کی پول ما میاره عقیب میته تا کارش بود کنه، یا اینکه یک کار دیگه شو وعده کرده که کار تبود میکنه و میماند اونجا حیران. چنان وعده خلافی هم امروز در جامعه ما زیاد شده است. و آخرش پیغمبر بزرگوار گفتن که و اذا اؤتمن خان، وقتی امانت گرفت خیانت میکنه. چقدر خیانتکاری هم در جامعه ما زیاد است. هست شخصیت یک نفر پیدا کرده میشه که همچون امین امانت نگهدار او را شناخته شود. در روزهای گذشته گفتیم وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت میکردن، حضرت علی دعوت کردن، گفتن در این خانه من از این مشرک ها امانت بارهاشون هستن، چیزهاشون هستن، بعد از رفتن من اینها را در صاحبهاشون برسان. محمد صادق الامین میگفتن صلی الله علیه و سلم. صادق الامین
هم راستگو هم امانت نگهدار. دشمن باوریش میکرد مالش در نزدش امانت میماند. دشمن شخصیتی که از یک رو چشمی دیدنش نداره. از روی دیگه یک مقاله تاجیکی ما هم داریم که دور نرو که گرگ میخورد، نزدیک نیا که شمد میبینم، بدت میبینم. این چنین بودند. اما متاسفانه امروز در جامعه ما مسلمان هم برادر از این دردها زیاد است. و همین خاطر ما و شما باید زبانها را اصلاح کنیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند که تمام اعضای بدن زبان سرزنش میکردن. ای زبان از خدا بترس در حق ما، از خدا بترس در حق ما. اگر تو راست شدی ما راست میشویم، اگر تو بد شدی ما بد میشویم. و زبان آلتی هست برادران عزیز بزرگوار که این زبان میتواند که انسان به خدا برسانه، به شرطی که از این زبان اون چیزی که خودش میخواه اون بیرون شود. ذکر، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی منکر. بعضی انسان ها از روی زبان هاشو بچنان محترم و بزرگ و مشهور شده هستند که در عالم اسلام مردم اونها را به نام واعظ و عالم میشناسند. زبان خیلی چیزی بزرگ است اگر به شرطی که انسان به طرز درست استفادهش ببره. اگر زبان او چیزی که خدا خودش میخواه او چیز از این زبان که بیرون کنی، ان شاء الله رب العالمین این زبان تو را به آرزو و مقصد میرسونه. به همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار این زبان ها را نگه بداریم. از این زبان ها حتی عزیزهای خدا، دوستای خدا میفرمایند که انسان در دوام حیاتش هر چیزی که گفتار زیاد داشته باشه وقتی مردنش این سخنهاش تکرار میکنه. این چیزا ما در این حیات اندک خودمون یعنی از تجربه گذرانده و دیدیم. شخصیت بود یعنی در جای ما کار دائمیش از زبانش فقط دشنام بیرون میشید. متاسفانه این امروز در جامعه ما هم هست. دو دوست، دو رفیق نزدیک وقتی همدیگرش میبینن با گفتی چون اگه هزل شوخی دارن میگه فلانی مادر، نعوذ بالله، این چی هزل است؟ همدیگر میبینن ها فلانی آچه، این هزل. والله این بیناموسی است، این هزل نیست برادر عزیز. این بیناموسی است، این بیغیرتی است که نخواه که رفیقش ای فلانی مادر بگه. این از این در بیغیرتی و بیناموسی نیست. چی خدمت کرده در مادرت که امروز از روی تو مادر با یعنی آزار ببینه و تحقیر بشنوه؟ انسانی که هر چیزی در گفتار زیاد داشته باشه وقتی مردن چنین کلمه ها را تکرار میکنه. حتی در جای ما شخصیتی بود که حیات عمر از زبان وی دشنام بیرون نشید، وقتی سکرات موت هم یعنی عرس کرده و فریاد کرده و دشنام داده جانش از بدنش بیرون شد. پناه به خدا از چنین حالت، پناه به خدا از چنین. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر شخصیتی که آخرین سخنش لا اله الا الله باشه داخل جنت می شود. این زبانها را به لا اله الا الله آموخته کنه تا اینکه آخر لحظه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گفته از دنیا جان شما از بدنتون بیرون شود. زبانها را به ذکر آموخته کنه، زبانها را به تلاوت قرآن آموخته کنه. والله قسم از این سخنهای گناه بد خاموش ایستادن 1000 بار بهتر است. حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتند خاموش ایستادن خودش عبادت است. از این سخنهای بد و ناجاده گفتن شده خاموش ایستادن خودش عبادت است.